در مورد اسدالله رحمانوف وقتی که تعیینش میکنن بر رئیس دنقره آینده که رئیس ولایت دنقره، همین باید بدونیم که بعد براش گفتگی داشتن که یک کار میکنی قدر استاتوس کلوب در چون در دنقره دیگه وارد میکنی، ولایت دنقره میشه یا ولایت سمون میشه، خب سری قوی گفتم یا ولایت تخمینه میشه یا ولایت سی میشه، باید که کلوبی ها را کاترز کنن که هم ماشون خاشع خاضع در پیش اینو باشن. رئیس آینده دنقره انمی آدمای با مبلغ‌های دزدیدگیش باید که دنقره را آباد کنه و همه کاری که انجام میدهد این و باز هم یک تحقیر به مردمی کلاب. اینم باید بدونید این مسئله را، یعنی که باید که شما خوب بفهمید که چون این کار در نظر دارد رحمانوف، چون که نامی غرمه گرفت رشت کرد مردم مناجر کرد پرتاب دکن نوبتی مردم کلاب نه اومد از مردم کلاب بر وقت این کار انجام بده سبب ملاتون هم قفر بررس میکنه، همه کارتون میکنه، یا آدم معروف تون هم قفرس میکنه، هیچ نمیگه. رحمانوف کار لعنت کرده الله زردیو میمونه، ظلمتون میکنه، تجاوز میکنه، هر کارتون میکنه. برای چی؟ برای که قصد داره، زود داره به این مردم. مثلا چنون داشت نورالی سیاه دغرمون برای تجاوز کردن، برای کشتن، برای به قتل رساندن. خوب دیدی که صفی الله دیونه غرم گرفتن رفت بردنش. خوب دیگه دگی جای حوزی خوب فهمیدیم، خوب میدونیم، خوب چه خیلی رفت. انشالله که با برنامه مفصلی برای دیونه انشالله داریم که فعلا در قزاقستان قرار دارد و تمام معلوماتش از شتاب وزارت کارهای داخله و اصلاح رسید که کاملا هم دستیش نوروزی از اونجا رفت و رحمانوف نماینده اودی که به سری قوشه روش کرد رو برد در همون الماتا اونجا کشتی سازی توکلش بخدا. با خدا قسم دیگه نمیدونم من با کدام زبان با این یعنی خرمگسا صحبت کردن در کار که وضعیت به این حالت آوردگی رسوندگی هست. بعد بزرگ این ملت دروغ بزرگ برای اینا را میشود، بزرگ این ملت دروغ بزرگ میشود. رحمانوف که یک ساعت در کوچه علم و معرفت نگذشته پیشوای ملت میشود. رحمانوف که یک ساعت علم آموختگی نیست، کارش دروغ، فریب، شیطانی، آدمکشی، جنایت، تجاوز، قتل و کشتار است. اون پیشوا میشود. بزرگای این ملت از دنیا میگذرن، اونا دروغ بزرگ بودند. اکنون خودت زیایی این ملت باید فکر کنی که وضعیت وطن و ملت تو چگونه است، دولت تو در دست کی است. ما ملت تاجیک اسیر چگونه ابلهان هستیم، ما ملت تاجیک اسیر چگونه ابلهان هستیم. میپرسش که برای چی تو از درگذشت بزرگان گپ نمیزنی، از درگذشت افراد و شخصیت‌های معروف؟ میگن اونا ما وقت مون نمیخواهیم ضایع کنیم در مسئله دروغ بزرگا. گویا که اعلام کردن این لله و انا الیه راجعون گفتنی، یعنی شبکه تلویزیونی که فلانی گلنظر خیلی از دنیا گذشت دلش تپیدن موند و عبدالله رجب و رئیس سابق رادیو تلویزیون آقای خونه سوخته ترا ممبری پگا همی خیر و همی کاری که تی کرده این کاری دنیا کم تدین و تودان هر کاری که کرده همشون میکنن. تو امروز گذشتگاه این ملت در دروغ بزرگ میگوی، تو خودت تو چی میگن این ملت؟ با این قهارتی که در دانشگاه ملی کردی، با این قدر بی‌سوادی که ملت در مدت چند 7-8 سال با چه قدر مصیبت غارت شیطانیگری آوردی. به شیطان کی بود؟ یا دیونه جوگی عبدالجبار کولک رحمانوف که از با مندستش سفیر تاجیکستان در ازبکستان. وا وایلو با خدا قسم اینا قدر ندارن، یا این ملت به قدر باشه تماما. کشکاری کبوت گرفته سفیر تاجیکستان در ازبکستان مونده، یا دیونه دیگه گرفته است اوجا گرفت اور رئیس رادیو تلویزیونش مون. و اینا دیگه کار ندارن، اینا جای اینا زوپر که به خدا قسم.